در دوران صاحب استقلالی در ولایت ختلان صدها مؤسسه‌های دولتی و خصوصی در شهرک و دهات مورد استفاده قرار داده شده است که جهت بلند برداشتن سطح صفت خدمترسانی طبی اهالی مساعدت می‌نماید. در طول سالهای اخیر زمینه مادی تکنیکی مؤسسه‌های تندرستی جمهوری تاجیکستان از آن جمله حدود شهر بختر استوار گردیده در این دوره وارد گردیدن تجهیزات‌های نوین از آن جمله در خود مرکز سلامتی شهر بختر دو دستگاه رنگین رقمی وارد کرده شد. اینچنین برای معین نمودن بیماران دستگاه‌های اولتراسادای زمانوی وارد کرده شده است. امروز به واسطه ما می‌توانیم که استفاده از این اسباب‌ها سری وقت بیماران را دریافت نماییم. در دوام 7 ماه سال جاری در زمینه دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان به استقبال جشن بزرگ و مقدس ملی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 12 مؤسسه طبی ساخته شده. بنیاد 30 انشاءات دیگر ادامه دارد. همچنین 37 عدد انشاءات از تعمیر برآورده شده. ساختمان 24 بیمارخانه با سرعت ادامه دارد. در حدود شهر بختر مرکز سلامتی سر چشمه پورا تعمیر کپیتالی شده ایستاده است که روزهای نزدیک تا روز 9 سپتامبر روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود. اینچنین در حدود محله زرخیز بنگوی طبی محله زرخیز نیز پورا از تعمیر برآورده شد که در آنجا علاقه متخصصان فعالیت دارند. با توجه و غمخوری‌های بی‌واسطه حکومت مملکت، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان بیمارخانه‌ها با تجهیزات‌های نوی معاصر تأمین گردیده، مراجعت اهالی ولایت به بیمارخانه‌های جمهوریوی و خارج کشور مرحله به مرحله کم گردیده است. در مؤسسه‌های طبی ولایت شعبه‌های جراحی بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد، گرفتن سنگ گرده با اصول اندوجراحی و همچنین با این اصول بریدن قسم روده قفز گذرانده می‌شود. به مرکز ولایتی بیماری‌های سرطانی نیز تجهیزات‌های طبی معاصر وارد گردید. یکی از دستاوردهای استقلالیت در ولایت ختلان این تأسیس دادن مرکز سرطانشناسی در شهر بستانی کلوب و مرکز سرطانشناسی ولایت ختلان در شهر بختر تأسیس داد و با تمام تجهیزات‌ها و متخصصان تأمینند و کار و فعالیت میکنند. امروزها در مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های ولایت که با تجهیزات‌های معاصر تأمین گردیدند، عملیات گوناگون تشخیصی و طبابتی گذرانده می‌شود. طی 7 ماه سال جاری 13 متخصصان بیرون از جمهوری از جمله روسیه و جمهوری اسلامی ایران از کورس بازآموزی گذشتند. عین زمان در 1793 مؤسسه‌های تندرستی ولایت ختلان 4225 نفر طبیبان معلومات عالی‌دار، 21533 نفر خواهران شفقت فعالیت دارند. مؤسسه‌های تندرستی با 7 عدد انگیوگراف برای ستنگذرانی، گیمودیالیز، اولتراسادو، اخو دوپلر برای تشخیص بیماری قلب، MRT، تجهیزات اندو ویدیو جراحی جهت انجام دادن اصول نوی جراحی تأمین می باشند. وارثان ارزنده نابغه تاجیک سینای بزرگ جهت سالمی جامعه، پیشگیری از مریضی های گوناگون و طبابت سری وقتی بیماران تلاش دارند.